هر سال حکومت افغانستان به خاطر جمع‌آوری عواید ملی داخلی با صندوق بین المللی پول یک تعهد می داشته باشد. امسال هم ما یک تعهد با این صندوق داشتیم که به خاطر جمع‌آوری بهتر و مثمری از این تعهد ما بر ربوار تقسیم می کنیم که الحمدلله در ربع فعلی که ما قرار داریم از تعهدی که با صندوق بین المللی پول داشتیم 2% بالاتر قرار داریم و در کل عواید ملی داخلی خود فعلا نظر به سال گذشته به همین وقت دانستیم که 10% بیشتر جمع‌آوری کنیم که عبارت از 14 میلیارد افغانی میشه و نظر به بررسی ها و پیش بینی هایی که میکنیم الی ختم سال مالی از سال گذشته جمع‌آوری ما بیشتر و تعهدی که با صندوق بین المللی پول داریم انجام میدیم و تعهد خود انشالله برآورده میکنیم.